تان شل کند، خداوند پاهاتان فلج کند، خداوند در وقتی به خانه تان رفتن ماشین زنتان که دیگر و نیتی بد، خداوند اینا این برداشته تان کند. دعا کنه پروردگار کسانی که هر کی که نباشد، خدایا تو خود شنوا هستی، خدایا تو خود بینا و دانا هستی، کدام از این بندگانی تو به قصدی بد به این خانه تو میبیان، رساندنی به اسلام میبیان، پروردگار تو صاحب بطش هستی، صاحب انتقام هستی، صاحب تمام قوت هستی، خدایا وی هلاک کن، خدایا خاندانش خار کن، خدایا در راه ور مبتلای به صدمه اتومبیلی کن که آیستگی لعین هرچی شوخی دارد احکام دین شوخی ندارد. تو خود کافر هستی، ما با تو کار نداریم، آیستگی لعین. اما با پیغمبر ما کاردار نشو، با دین ما کاردار نشو، با قرآن ما کاردار نشو. یا الله آن روز کی غیرت میکند؟ پیشگاه پروردگار براد. چگونه در این دنیا پیشگاه پرزیدنت ها رفتند غیرت نمیکنند؟ حاکمای ما که مثل خوشان یک انسانی ضعیف است، مثل خوشان مثل حسنی مبارک بارین 2 روز پس لاتینا در کار پیش همونها رفتن غیرت نمیکنند، از همونها پرسیدن جرأت نمیکنند، پیش خالق آسمان و زمین ده میشود کسی پیش آدم میرن، فیاتون آدم فیقولون یا آدم انت ابو البشر. پیش آدم میرن، آدم هم در منجا است، ای آدم شما بابای ما بوده، شما پدری همه ما بوده، پدر برای فرزندش مهربان و غمخوار است، تو انسان بودی، خداوند تو را به دست قدرتش آفرید، در تو جان دمانید، به خاطر حرمتی که داشتی ملائکه هاش امری به سجده کردن تو کرد، ملائکه ها تو را سجده کردند، تو را تعظیم کردند. الان ما محتاجیم، ای آدم، ای پدر بزرگوار، بیا پیشگاه خدا را ما را شفاعت کن، از این سختی خلاص کن. اشفع لنا عند ربک. یا الله. ببینی آدم چی میگوید؟ حضرت آدم علیه السلام چی میگوید؟ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. امروز من نمیتونم شما را یاردم کنم فرزندان عزیزم، زیرا امروز خداوند به صفت قهاری و جباریش تجلی کرده است. امروز او غضب دارد که هرگز با این غضب تجلی نکرده بود و من بعدم نمی کند. من غیرتی به او رو پروشیدن ندارم. وای به حال انسان آن روز وقتی که آدم صفی الله نمیتواند شفاعت کند. آدم چی گفت؟ من نمیتوانم شما را شفاعت کنم، من نمیتوانم واسطه شوم، زیرا انه نهانی عن شجره فعصیته نفسی نفسی. او من سپارش داده بود که به این درخت در بهشت نزدیک نشو، اما من خودم کنترل کرده نتانستم و به این درخت منهی نزدیک شدم. خودم در پیشگاه پروردگارم خجالت و شرمنده کردم. من چگونه با این خجالت و شرمندگی به او روبرو شوم؟ اذهبوا الى غیری، روید پیش نوح، روید پیش ابراهیم، روید فیاتون الى نوح، نزد حضرت نوح میرن، فیقولون یا نوح انت اول الرسل الى الخلق،
و سماک ربک عبدا شکورا اشفع لنا عند ربک الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما قد بلغنا. پیش حضرت نوح میرن، نام نوح که میشنوند گریان گریان، ای نوح پیغمبر خدا، تو اولین پیغمبرها هستی در روی زمین بعد آدم. خداوند تو را دوست می داشت، تو را عبدا شکور گفته صفت کرد. آخر ببین ما چی حالی سخت داریم، ببین ما چی عذاب ده گرفتاریم. آخر ما را خلاص کن، پیشگاه پروردگار و درو ما را شفاعت کن. یا الله، نوح چی میگه؟ فیقول نوح، یا الله، نوح پیغمبر مرسل چی میگوید؟ ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله انه كانت لي دعوة فدعوتها على قومي نفسی نفسی. یا الله، حضرت نوح میگوید عزیزان من نمیتونم پیشگاه پروردگار خود روم، من خود خجالت و شرمنده هم. زیرا که خداوند برای هر پیغمبر یک دعای اجابت میشدگی داده بود و من این دعای اجابت میشدگی را برای قوم خود، امت خود کردم و امت ما هلاک ساختم با طوفان و من خجالتم چگونه پیشگاه پروردگار روم. من خود میترسم که آیا جان خودم در عذاب نباشد، آیا جان خودم فقط مستحق دوزخ نشود. من میترسم. نفسی نفسی، به نفس خود شود هر کس گرفتار، غمی جان میخورد فارغ ز اغیار. یا الله، ائتوا الی ابراهیم. هرگز با این غضب تجلی نکرده بود و من بعدم نمی کند. من غیرتی به او رو فرو شدن ندارم. وای به حال انسان آن روز وقتی که آدم صفی الله نمیتواند شفاعت کند. آدم چی گفت؟ من نمیتوانم شما را شفاعت کنم، من نمیتوانم واسطه شوم. زیرا انه نهانی عن شجره فعصیته نفسی نفسی. او من سپارش داده بود که به این درخت در بهشت نزدیک نشم، اما من خودم کنترل کرده نتانستم و به این درخت منهی نزدیک شدم. خودم در پیشگاه پروردگارم خجالت و شرمنده کردم. من چگونه با این خجالت و شرمندگی به او روبرو شوم؟ اذهبوا الی غیری، روید پیش نوح، روید پیش ابراهیم، روید. فیاتون الی نوح، نزد حضرت نوح میرن. فیقولون یا نوح انت اول الرسل الى الخلق وسماك ربك عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما قد بلغنا. پیش حضرت نوح میرن، نام نوح که میشنوند گریان گریان، ای نوح پیغمبر خدا، تو اولین پیغمبرها هستی در روی زمین بعد آدم. خداوند تو را دوست می داشت، تو را عبدا شکور گفته صفت کرد.
آخر ببین ما چی حالی سخت داریم، ببین ما چی عذاب ده گرفتاریم. آخر ما را خلاص کن، پیشگاه پروردگار و درو ما را شفاعت کن. یا الله. نوح چی میگه؟ فیقول نوح یا الله. نوح پیغمبر مرسل چی میگوید؟ ان ربی غضب اليوم